سلام دوستان، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. توی این ویدیو اومدم که 3 تا سبزی رو بهتون معرفی بکنم که برای درمان بیماری‌های پسوریازیس و اگزما به شدت میتونه بهتون کمک بکنه. در واقع این سبزی‌ها اگر که تازه باشن منبع غنی آنتی اکسیدان هستن و علاوه بر خاصیت ضد التهابی که دارن میتونن به تقویت سیستم ایمنی بدن و حتی دفع سموم از بدن خیلی کمک بکنن. اولین سبزی خرفه هست که حالا شامل خاصیت ضد التهابیه و علاوه بر اون میتونه به تقویت سیستم ایمنی بدنتون هم خیلی کمک بکنه. دومین سبزی شوید هستش که به خاطر داشتن ویتامین آ و سی به دفع سموم از بدن خیلی کمک میکنه و علاوه بر خاصیت ضد التهابی که داره باعث تقویت سیستم ایمنی بدن هم میشه. و اما آخرین سبزی که قراره بهتون معرفی بکنم جعفری هستش که به خاطر داشتن ویتامین کا به شدت برای درمان بیماری‌های پسوریازیس و اگزما توصیه میشه. اگر شما کسی رو میشناسین که درگیر یکی از این بیماری‌ها هست، حتما این پست رو براش ارسال بکنین و یا اگر خودتون درگیر این بیماری‌ها هستین و توی رژیم غذاییتون از یه سری از حالا مواد غذایی استفاده کردین و نتیجه خوبی گرفتین، حتما توی کامنت برام بنویسین تا انشالله بقیه هم بتونن از نتایج شما استفاده بکنن.